نام خدا. بنده مخترع قلیانک هستم. از اونجایی که در درس به جایگاهی نرسیدم و نتونستم به جایگاه اصلم در جامعه دست پیدا کنم، بنابراین تمام خلاقیت و استعدادم در زمینه اختراع این محصول به کار گرفتم تا در وقت تنباکو و زغال صرفه‌جویی بشه. این اختراع رو تقدیم میکنم به رهبر عزیزم. امیدوارم که از ما جوانان راضی باشید. پرنده ایران، جاوید. بای. خواهم درباره این اختراع برای شما توضیح بدم. اونایی که میخوان اسپانسر بشن و این اختراع رو به به مرحله تولید برسونن و به جای این قلیان‌های بزرگ و هزینه بر استفاده کنن، باید خدمتتون عرض بشم که به جای شلنگ بنده از سیم آنتن هوایی استفاده کردم، به جای شیشه قلیان از شیشه شربت و به جای کله قلیان از یک تیکه شیشه پیرکس استفاده کردم. بقیه چیزا که زغال همون زغاله و توتون همون توتون و الی آخر. اونایی که دوستان یاد بگیرن میتونن بیان در پیوی بنده تا دقیقاً اونا رو با روش تولید این محصول قلیانک آشنا کنم. من الله ها توفیق. جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان